سلام بچه‌ها، با یک یوتیوبر جدید اومدیم که قرار اسکوید گیم 3 رو بازسازی کنن و قرار برن بازیاشو انجام بدن و گویا این ویدیو با بقیه ویدیو یوتیوب فرق داره و داستان داره. بریم ببینیم چه جوریه. امروز قراره که فصل سوم بازی اسکوید گیم رو در دنیای واقعی بازی کنیم. صخره نوردی نداشت اسکوید گیم ولی اینجا 10 تا شرکت کننده داریم که برای $456,000 با هم رقابت میکنن و تنها راه ترک جزیره یا پیروزی در تمام چالش هاست یا اینکه مادرتون توی این تابوتا به عزاتون میشینه. خوش اومدین. بازی اول چراغ قرمز، چراغ سبز. اینو قوانینش وقتی عروسک گفت چراغ سبز بریم و وقتی عروسک گفت چراغ قرمز صبر کنید. نمیفهمم اون یارو چرا لخته، چرا همه لباس فرم داره، اون لخته خیلی عجیبه. که چراغ قرمز شد تکون بخوره مادرشو به عزاش میشونیم. اینو میدونی. صبر کن ببینم، ما با هم دیگه زنجیر شدیم اینجوری که دهنمون گاوداری میشه. چراغ سبز زود باش وایسا ببینم ما چرا پشتمون به این عروسکاست. اینجوری نمیتونیم اصلا دیگه به عنوان سپر استفاده کنیم. آره دلغک، تازه فهمیدی پاره‌ای؟ این از سخت‌ترین بازی‌های مرکبیه که فکر کنم اسکوید گیم رو از سایت اشتباهی دانلود کردیم. چه چیز رندومیه این. افتادم. خیر سرت سماکاری، تکون بخور، باید ادامه بدیم. یه کوچولو خودتون رو تنگ کنید رسیدیم. من اینجا نیومدم که دوست چرا پیدا نمیگه چراغ قرمز؟ آن گفت این یارو واقعا آیکیوش در حد جلوک دریایی بود. مادرتو سگ توش. ببین چجوری هم افتاد. پوزیشنش رو دوست داشتم. وایسی منو نکشه. واقعا وایب اون اسکوید گیم ها رو میده ها. این فرانتمنه چرا داره میگه پوزیشنش رو دوست داشتم؟ نه لطفا خیلی بهتر شد. حالا میتونم خودم بازی کنم. هنوز هیچی نشده، یکیمون ریق رحمت و سر کشید. چراغ زود سبز باشین عجله کنید. برام خیلی سخته. اون سوال چجوری این همه آدم بالغ و قانع کردن ویدیو رو بگیرن؟ تقلب کردن نتیجه میده. آره ترکونده. در بگیر. چراغ قرمز دستش کجاست؟ برام سوال شد. یعنی دوربینا میتونن عرق ریخته شده رو زمینم تشخیص بدن یا چی؟ چقدر فقط یه عرق دقیقه ریه مونده. بود. یادتون باشه تقلب کردن نتیجه داره. همگی سعی کنید تا رانده بعد دوام بیارید، زمان داره یارو تموم باید میشه. یه دقیقه رو پلانک باشه، پدرش در میاد که. اما همه دارن به ته یارو نگاه میکنن. چرا میکنی مریض باشو دیگه. هم نبوده قد طولش داره. خوردین زمین. گل کاشتی نیک. ببخشید یه دفعه گفت چراغ قرمز بعدش. نه خواهش میکنم یا استاد دوست تا بازیکنم این الان مردن، ولی اوضاع خیلی بهتر از اون چیزیه که برنامه ریزی کرده بودیم. چراغ سبز زود باش برو چیزی نمونده. چیزی نمونده. آفرین. چراغ قرمز فقط 30 ثانیه دیگه مونده. برادر شما فقط یه چیزی دیده اینجوری دستشونو میگیرن. که معکوس رو شروع کنیم. شاترز اگه این بار بیفتی دیگه با خاورم نمیشه جمعت کرد، پس زود باش. زود باشین بچه ها. چراغ سبز 19 ثانیه وقت دارین 1 متر رو برین. آیا میتونین؟ بعید نتونست. وای خدای الان من، میرید کمکش شاترز میکنین دنیاش آقا. آسیب دیده. نمیدانم باید چه غلطی به سر کنم. نمیدانم آیا میتوانم تو این تایم کمی که دارم برای او رابین هود بازی در بیاورم و او را نجات بدهم، مگر مغز خر خوردم؟ 8 ثانیه داشت فکر میکرد. دوستان توجه کردین؟ شمردم 8 ثانیه فقط داشت فکر میکرد. آره خوردم. حالا 7 ثانیه وقت داره کمک. زود باش شاترز، بلند شو. باشو دیگه، باشو. جامپ هم میخوام بزنن. عجب پایان دراماتیکی. ما از 10 بازیکن به 7 بازیکن کاهش پیدا کردیم. با این 3 تا بازیکن 5 متر رو نتونستم برن. وای اسکوید گیم اشتباهی رو دانلود کردم. صورت فقط چند بازی نیاز داریم تا همه شما رو بکشیم. خیلی خوب بچه‌ها، باورم نمیشه که دوباره ما رو به این جزیره برگردوندن. واقعا امیدوارم که من و دوستان بتونیم از این محبسه بیرون بیایم، ولی تا اون موقع باید بریم سراغ بازی بعدیمون. و حالا یه بازی کاملا جدید از فصل 3
داجبال من که عاشق فصل 3 همچین چیزی نداشت. داجبالم. دهنتو ببند، این یعنی یکیمون قراره بمیره. چی میگی داداش؟ من عاشق توپ بازیم. همون دوتا توپو میکنن تو لطفاً یه توپ از دستگاه توپ انتخاب کنید. شما خبر به خوب. یک گروه قرمز و به یک گروه آبی تقسیم میشید. بعد از اینکه تیممون چرا به این خیکیه لباس دادن؟ چرا پس اول ویدیو لخ بود؟ الان اگه لباسی براش بود چرا تو بازی اول نپوشیده بود؟ مشخص بشه دیگه باید بریم سراغ بازی و واقعا دوست امیدوارم دارم که با این هیچ دختره برم کدوممون توی. حذف نشیم. تیم نه. قرمز اون سمت و تیم آبی هم اون سمته. اگر توپ به شما برخورد کنه حذف میشه. اگر هم تیمیتون توپو بگیره شما میتونید یه نفر رو برگردونید. ساده است مگه نه؟ حالا در برید. نهایت چی میشه؟ در نهایت به چه نتیجه میرسن؟ آه این برادرمون آتیشی پرت میکنه. آره این کاریه که مایک فرگوسن میکنه. یه بریم تو چیزی کاره. اینا چرا 3 تا اونا 4 تا خونه تعدادشون بیشتره. وای نه، هنوز هیچی نشده اومدم بیرون. بچه‌ها زود باشین، یه کاری بکنیم. اگه هر کی اینو نباید ببین، توپای الان هم بزنه. میترکونمش. پاره ای. بچه صحنه آهسته میشه این قراره بخوره. چی شد؟ چندین نفر همزمان دارن همو میزنن. حالا باید ببینیم کی شد. این خیکیه خورد. اینم خورد. زکی این دیگه از کجا اومد؟ آره جواب داد. بجام پهلوون، فقط تو موندی. زود باش پهلوون، بزنشون. بخورش. بکنم نوبت تو که بخوریش. امکان نداره این توپا بهت نخوره. مخصوصا اگه اینقدر وزنت باشه. ناز شسته این بر برو بریم. چه کار خوبی بود. بهترین پلیس دنیا کیه؟ گردمو بخور. بابا سوختم در اومد. مگه ما همچین پدری داریم؟ شاترز بیا اینجا رفیق. دارم میام دادا. خیکیه رو نیاوردم. کم زود باش بیا تو. کارت فرقی نکرد با اول بازی که. بیخیال. ضعیفه. زود باشید بچه ها، بترکونیدشون. بزن. آخ یواش. نکنم توپاش درد داشته باشه بچه ها. شدال. چرا یه حدس بزنم اونی که کاراکتر اصلی اونا ما رو میشه زدن می‌مونه. شاترز. خود زود باش اسکوید تو گیم هم میتونی. همین. اوکی وای نه، الان فقط من و تویم خیکی. خیکی اون ربی العظیم عربی هست. و به حمده. اوکی تو هم یه چیزی بگو مثل انیمه ها. سر تو گرفتی خیکی. آره ما بردیم. یعنی چه؟ آره پسر. واسه ببینم این یعنی الان کل تیم قرمز قراره بمیرن. کنم قراره بمیریم کارمون تمومه. به این میگن داجبال مرد. نه والا. ما هنوز کلی بازی داریم که میتونیم انجام بدیم. الان نمیتونیم نصفتون رو حذف کنیم. وقتی این میخوای تیم ویدیو بازار بگیری ولی تعداد آدم های کافی برای ویدیوت نداری طبق سناریو اینا ما میمردن الان میگن ما بازی داریم انداز که انتخاب میکنه کدوم عضوش این جزیره رو توی تابوت یکی باید خب بیا اینجا ببین تصمیم میگیریم خیلی خوب خیکی بیا هم اینو بدازش بیرون. آره تو گم شو بیرون. نگه بالا بازیکنشو برای 4 حذف کنیم. نمیخوام برم این ممه رو کی میخواد بگیره وای خدا من نمیخوام برم همه کسی بود که اجازه میداد ممه هاشو ببینیم همون خانومه نمیداد قلبم شکست. آره دلم براش سوخت. من برام مهم نیست. البوم شکست خب از اونجایی که دیواری کوتاه‌تر از کشتیگیر سومو نبود الان فقط ما 6 نفر موندیم و احساس میکنم که قراره تو بازی بعدی شلوارمون از سبز به رنگ قهوه‌ای تبدیل به بشه. بازی سوم خوش اومدید که در واقع 5 بازی کوچیک میدونیه. شما 5 دقیقه فرصت دارین تا به انتهای زمین برسین. خودتون رو به 3 تیم 2 نفره تقسیم کنید. کی میخواد تو تیم من باشه؟ اینا هم میدونن این کاراکتر اصلیه دوست دارن تو تیم این باشه خیلی شدم. ما تیم خودمو میسازم. چه میخواد با بهترین جایزه بگیره دنیا هم تیمی بشه. باید با دختره هم تیم انشالله بشه داریم. نووا عزیزم میگم که چطور من تو با هم تیم بشیم ها لطفا. راستش من اولش گفتم میخوام با تاپر باشم کی گفتی؟ یکم پیش. خب اصلا از کجا میدونستی قراره تیمای 2 نفره بشی؟ اوکی.
دیوید داداش میخوای منو تو با هم تیم بشیم؟ انتخاب اولم هم خودت بودی. بیا انجامش بده. خیلی خوب یارکشی کردیم. بازی اول اسمش تخم مرغ توی قاشقه. یه بازیکن از هر تیم باید یک تخم مرغ به بازی بعدی اگر بشکونیدش من در این باید مهارت دوباره دارم. شروع من تخم سگ ها یه وقت نیفتی. وای نه چند تا تخم مرغ دارن؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ چه اسکوید گیم چند تا تخم مرغ دارن؟ یه دونه. ما مدرسه اینجوری بود یه دونه این مدادا می آورد میگفت اگه اینو بشکنید دیگه اینو تا آخر عمرت نمیبینی. بعد ما میبردیم چیز نمیشکستیم میدادم. بچه‌ها باور کنید از اون چیزی که فکر میکنید خیلی سخت‌تره. اصلاً هم تیم سخت من الان نیست. توی رتبه آخر تازه قرار تو داره. دست خیلی تا اینجا راحت تیم تره. یک خیلی خوب داره گاز به میده هم و اگه میاد. ما نجنبیم تیکه کوچیکمون میشه غذای گربه ها. بازی بعدی چوب بیسبال گیج کننده نام داره. بازیکنان باید پیشونی خودشون رو روی چوب بیسبال قرار بدن و سعی کنن به بازی بعدی راه پیدا کنن. همین. خب خوبه این یکی آسونه خیلی راحته. خدای من وای یکی منو میگیره. آی خدا وای خدای من دارم همه چی رو چوبله سوبله میبینم. اون یارو چاقه نیست وگرنه میشکستیم. باید به خودم خب یکم مونده. ایول دیوید بیا زود باش. در مواجهه با این چالش ها خیلی خوب داره عمل میکنه. منتها به جز من و تیم شاترز که داریم گن میزنیم. دیگه چیزی نمونده. حالا که بازیکن‌ها سرگیجه دارن باید پرتاب بادکنک آبی انجام بدن. هر تیم باید یک بادکنک پر از آب بدون اینکه پاره بشه رد کنه. از 1.5 متر شروع میکنیم و بعد 3 متر و بعد هم 4.5 این متر. سخته. بده بیاد بده این بیاد. خدایی سخته. 1.5 متر راحته. چی؟ ظاهرا تیم یک از سفید بودن خودش در اومده و حالا باید دست به دامن عمه هاشون بشن و از طرفی تیم سوم خیلی خوب داره میتازونه. و اگه بخوام راجع به تیم خودم بگم اسهال در کمی است. ببخشید. بازی چهارم مسابقه چمدونه. هر بازیکن باید وارد یک کیسه سیب زمینی بشه و به بازی بعدی بره. گفتنش آسون تر از انجام بزن بریم. ادامه بده یه بار دیگه. خیلی خوب نووا اینو بگیرش. اینا هنوز تو آب بادکنکن. قطعا میگیره. اسلو موشن شد بچه‌ها. برو بریم. داریم به پایان بازی نزدیک میشیم و تیم سوم داره به چالش نهایی میرسه. و میرسیم به بازی رانده آخر. پشتک زدن بطری. بازیکنان هر تیم باید بطری رو طوری پرت کنن که وقتی فرود اومد درش به سمت بالا باشه. داره. رسیدی. چیکار داره میکنه با یکیشون یکی؟ ما بدبخت شدیم. این چی بود دیگه درست برای این چیه؟ حالا که گفتم آره توش چنده تونست. تونستی برو. یه جوری خیلی جدیه انگار خیلی کار سخته. خیلی راحته. تونستیم. آن زنم باید بره. خب الان سخت شد. که خانوم همه توانا هست در کارهای چه مهارت. وضع شاخ جناب سروان قرار بمیریم ما. کنم تو این رفتونیا. خانوم خیلی فقط خنگه. 10 ثانیه دیگه مونده. آیا یه حموم خون راه میفته و 4 نفر از شما از بین میرین؟ خانومه میتونه و یارو نمیتونه. دونست الان اون نمیتونه. داداش دسترش میکنی داری خراسرش میکنی جناب سروان. اسلو موشن. نمیشه. امکان نداره. ببین نمیخوام به احترامی کنه ولی همش تقصیر خودته واقعا که. گل زدم رفت بابا. نه نزنی جون مادرتون نزنی تو رو خدا. اوه خیلی نزدیک بود. ولی تو بازی مرکب نزدیک بودن فایده نداره مگه نه؟ کم و آقا پلیسه از دور مسابقات حذف شدن و فقط ما 4 نفر موندیم و ظاهرا قراره تو بازی بعدی نون تفنگشون رو بکنن توی چشمون. در این بازی بازیکنان باید از پل توپ ویرانگر آشوب رد بشن. ریلکس باشین. اسمش گمراه کننده است ولی این اصلا یه پل نیست. بیشتر شبیه یه جزیره کوچیکه. حالا کی میخواد اول بره؟ من میرم. تستوسترون. بازیکنان باید از جزایر شناور به اون طرف استخر برن. اونم بدون اینکه توسط توپ ویرانگر 45 کیلویی پرت بشن. نمیرن اگه توپ ویرانگر به اونا بخوره و اونا توی آب پرت بشن بلافاصله حذف خواهد شد. 3 2 1 زود باش مایک تو میتونی. این که تازه اولیش بود.
سخت به نظر میاد. چیزی نمونده بود تا بیفته. چون اینا خیلی لیزن. باش بپر. خیلی اینجوری خیلی خوب نصف رو رفته. دیگه چیزی آره نمونده. میتونی. وای خدای من این یکی دیگه خیلی سخته. من اینو نمیتونم برم. خیلی لغزنده به نظر میرسه. آره. کاشون چاقه که مماش بیرون میدم اینجا بود میخندیدیم بهش. وای چیزی نمونده بود. خیلی خوب آخرشه. زود باش مایک تو میتونی. همینه. اگه مایک بیفته اسممو میذارم سمیه. اون تونست. وای خدای من رسید اون تونست. ایول. این بچه‌ها کاریه. بیاین حدس بزنیم این سری کی حذف میشه. من میگم این که الان رد شد کاراکتر اصلی میمونه، دختره میمونه، این یارو که مونده حذف میشه. که مایک فرگوسن میکنه. بریم تو کاره. حالا نوبت بازیکن شماره 34 ببینیم اون چی کار میکنه. وای چیزی نمونده بود تا بیفته. وای آخ خدا. وای کارش خیلی درسته. رسید روی آخریه. وای زود باش. آره اونم تونست. تونستم. حالا نوبت بازیکن شماره 1. من از همه بیشتر منتظر این یکی بودم. شاهین. اونو رد که داره میره سراغ من. نمیخوره خیلی تنگ خیلی سریع حرکت میکنه. برو بسر برو تو میتونی. یه جا خالی بده. اصلا باورم نمیشه. خیلی نزدیک بزنتش. یکی دیگه همشون بازیگر بهتریه به نظرم. یه جوری جو میده انگار واقعا یه خبریه. بقیه‌شون رد شدن. این یه برمیگرده نگاه میکنه. سرگرم کننده است. میتونی یه دونه دیگه رو بری. یه دونه دیگه. ای جانم. اینم تو خودم. اصلا اون توپه تو در دیوار بود. خب این واقعا ناامید کننده بود. اما نوبت آخرین بازیکن یعنی بازیکن شماره 378. به خدا پرتش تو آب موهامو از ته میزن. اوکی باش الان میرم. میگفتم مردک اون به تو بخوره اون پرت میشه. 300 کیلویی. تو میچسبونه به هم. نه اون که قرار پرت شه که ناراحت میشه. فیکترین پرت شدن خاورمیانه وجود ندارد. با حذف شاترز از مسابقه فقط ما 3 نفر موندیم و باید ببینیم که آیا ما 3 نفر میتونیم توی بازی بعدی جون سالم به در ببریم. هر یه دونه سابسکرایب یه دعا برای جون ما. یکی از بازی‌های نهایی ترکیبی از استراتژی و فیزیک خواهد بود. در بین این کیف‌ها $500,000 وجود داره. هر چیزی که به بالای دیوار برسه باید به جایزه اضافه بشه و هر کسی که بتونه در کمتر از 5 دقیقه بیشترین پول رو جمع کنه برنده خواهد بود و مشخص میکنه که کدوم یک از 2 نفر حذف میشن. خیلی خبیثانه است مگه نه؟ حالا برید. ببینم من خرطرم یا تو. الان نشونتون میدم خلدار مالکیه. من 3 تا کیف برمیدارم. هیچ جور راه نداره بتونم اندازه اون کیف هم کنم. من با هیچی میرم. هیچی بر نمیداری؟ وایسا ببینم مگه من چیم از مایک کمتره. 3 تاشو بر میدارم. زنه هیچی بر نداشت. هر کسی که بتونه با بیشترین تعداد کیسه به اون بالا برسه برنده این چالشه. من باید مایکو شکست بدم. وای خدا شکست. زنه چی؟ زنه هیچی پول بازیکن نمیبره شماره اون مرده 34 شروع آلردی. خوبی داشت. دیگه نفس ندارم. یه پولو ول کرد. اگه یه بار دیگه بندازی از همین زاویه کیفو میکنم توت. بازیکن 420 با استفاده از یک کیسه به بازیکن دیگه حمله کرد. چه حقای کثیفی. من که خوشم اومد. تمامی سوراخام داره میزنه بیرون. باید یکیشو بندازم. مایک فقط یه دونه کیف داره ولی من 2 تا دارم و برای برنده شدن باید تنگ کنم. بازیکن شماره 34 به بالا رسیده. من به قله رسیدم. خب ولی پولی نبردی.
مایک فرگوسن پیروز شد. البته با یک کیف. خیلی خوب بریم تو کارش. بازیکن شماره 420 به بالا رسید اما فقط با یه فرانسمنشون دونه ریش داره. کیف. پشمام. یعنی بازیکن شماره 1 میتونه به بالا برسه اونم با 2 تا کیف. ای دیگه نمیتونم تحمل کنم، دارم میمیرم. من دیگه غلط بکنم، گنده گوزی بکنم. آفرین. بازیکن شماره 1 اون یارو بیشتر از اون چیزی تستوسترونی که یه فکر دونه بود. میکردم آفرین داره دست و آقا پا ولی. میزنه. شاید خیلی زیاد کیف برداشته. نه اون که کاراکتر اصلی اینجا میفته که من پشمام میریزه. چایدی. ای بابا. بازیکن شماره 1 برنده شده. حالا همه بازیکنان باید بیان پایین تا ببینیم چه کسی قراره حذف بشه. بازیکن شماره 1 تو با بیشترین تعداد کیسه به صدر جدول رسیدی. حالا باید انتخاب کنی کدوم بازیکن حذف بشه. من نمیتونم کسی رو بکشم، من مال این حرفا نیستم. منو نگهدار. من توی بازی های اسکوید گیم قوی و ماهرم. چالش بعدی احتمالا چالش قدرته. تو به من نیاز داری. صبر کن، اگه چالش بعدی چالش قدرت باشه و تو مقابل اون باشی چی؟ باید بذاری من بمونم. نمیدونم باید چی کار بکنم، من نمیخوام کسی رو بکشم. تو قرار نیست کسی رو حذف کنی. فقط قرار انتخاب کنی که ما کیو حذف کنیم و فقط 5 ثانیه بهت وقت میدم. حتما دختره با زنده بمونه. باشه خیلی خوب، باشه میگم. مایک، تو رو خدا تستوسترونه رو بکش. خیلی بد شد که دختر نیستی. من تو رو انتخاب میکنم. خاکتون سرت کنم. چالش بعدی مردی. رسید با یک حسابت. کاسلیسا آخرش همیشه میمیره. سوال بود این مرد با این همه حجم از تستوسترون، با این همه تتو، چقدر آدم مهربونی بوده که اومده با اینا ویدیو بگیره. خیلی عجیب. سلام دختر. چقدر مهربون ببخشید، حالا که مایکو حذف کردیم فقط من و نووا موندیم. کاش یه راهی وجود داشت که میتونستم دوستامو برگردونم. الان لابد یه راهی به وجود میاد. چرا زنده شد؟ نفس تازه گرفتم. وای خدا، چه اتفاقی داره میفته؟ فیلم سینمایی باشه دایی جان. سب کن، تاپر نووا باید پیداشون کنم. وای 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 وای، الان پام شم. وای، از گور برخواسته شده. اینا که همه مردن. وای ای وای چه اتفاقی افتاده؟ کردنش تو گونی. خب وقتشه که بریم بازی بعدی و ظاهرا فرانتمن میخواد همین زمین بازی بکنه تو باچمون. ولم کنید ببینم. من دور شید. اینجا چه خبره؟ ببینید اینجا چی داریم. شاترز؟ تو هنوز زنده ای؟ آره، خوشبختانه دفنم نکردن. یا نگهبانای من واقعا کارشون بده یا اونا از عمد خطا کردن. تو بودی که توی استخ بهش شلیک کردی. دختره اینا. چی؟ اکس روانی و اسکلم شده نگهبان اسکوید گیم؟ خب این کارو نمیکرد، میخواست چی کار کنه؟ آره، کشتن آدم اونقدر که فکر میکردم لذت بخش نبود. به جاش تصمیم گرفتم شماها رو نجات بدم. بهش میگن کبابی شخصیت. نووا، از دوست پسرم دور بمون. تو بنوش بابا. پلات تویست داشت دوستان. پشمام. حاجیتون جالب اسنایپریه شویه. برا خودش. شایدم نه. جالب باید. داستان خوبی داره ها، اجراشون یه جوری. حالا بازی بعدی رو براتون توضیح میدم. جلوی شما یه تلمبه و یه توپ فوتبال قرار داره. شما به نوبت به توپ فوتبال تلمبه میزنید و هر کسی که باعث انفجار اون بشه حذف میشه. حالا برید. از اونجا که من مایه خال رونالدو هستم پس 7 تا میزنم. وای، به توپ تلمبه نمیزنن، باد بکنن. تلمبه بدنی نیست. خیلی خوب، همین دیگه بسه. از اونجا هم که من یه مایه خال مسی هم 10 تا میزنم که زیاد نشه پسر خوب. برو بریم. عمرن فکر نکنم با 10 تا بهتره. خوبه من دیگه نیستم. من فقط یه دونه میزنم چون نمیخوام بمیرم. خیلی خوب بچه‌ها، این یکی به افتخار شماست. میخوام 40 بار براتون بزنم. خریت من. خدای من،
چرا بیشتر زد 57 تموم شد. شاترز نوبت توه. برام سوال شده که توپ قراره سر کی منفجر بشه. اون سر چند تا کلمه باشه من میخوام 26 تا بزنم. الانه که دیگه بهتره که آخریشه. آخرین مورد میترکه نه ترکه خوبه الان دیگه واقعا میتونم بگم که به زودی قرار منفجر بشه. من فقط برای 3 تا میرم. تو میتونی نووا، تو میتونی، مراقب باش. خیلی خوب. مراقب چی باشه دقیقاً؟ مثلا با احتیاط تلمبه بزنه. اوه برو که رفتی. هر لحظه ممکنه بترکه. من مناطق سگ زده. بازم حدسم درست داره. اون خیکیه چرا زنده هست؟ بازیکن 34 توپ با ترکوند. حالا باید حذف بشه. نگاه بالا ببریدشون پشت و دخلشو بیاری. نه این کارو چرا همه رو همونجا کشتن؟ اینو باید ببرن اون پشت دخلشو بیارن. وایسین، خواهش میکنم. با بازگشت شاترز و حذف نووا دوباره 2 نفر در مقابل همدیگه قرار گرفتن. هنوز یه چالش دیگه مونده و این بار دیگه فکر نمی کنم که قصر در بره. میرسیم به 2 بازیکن آخر. بازیکن 456 و بازیکن 378. سایبر تراک نسخه ویژه بازی مرکب پشت سرتون در 2.6 ثانیه از 0 به 60 مایل در ساعت میرسه. این مدت زمانیه که وقت دارید فرار کنید تا ببینیم کی قراره حذف بشه و کی قراره $500,000 رو ببره. چی داری میگی؟ نه من واسه این ثبت نام نکرده بودم. جرأت داری بیا طلبه رو باز کن. سوال دیگه هم هست؟ آره من یه سوالی دارم. میشه بیای نزدیکتر و قوانین رو دوباره توضیح بدی؟ چی میگه؟ داستان قراره جلو بره بچه‌ها، قراره یه حرکتی بزنید. خیلی خوب. فکر نکنم اشکالی داشته باشه. شاترز گور به گور شده، تقلب نکن. نه به خودم من تقلب نمی‌کردم. به جون دختر سیستم زرده بینی. نه جون مادر سیل نکن. تو رو خودم سیل نکن. من خودم تقلب نمی‌کردم. ببخشید فکر کنم من اشتباهی دیدم. تقصیر من. کافیه. 3 نه 2 نه من نمیخوام ببینم. 1 من فکر می‌کنم چیزی قراره پرت شه. گاز ورمه. گاز ورمه. اصلا ببره. رفتش که چه کاری بود. شاترز زود باش، باید از اینجا زود باش، زیاد وقت نداریم. برو. از اونجایی که من و شاترز تونستیم فرار کنیم، حالا باید برگردیم و تمام بازیکنایی که میتونیم و نجات واسه ببینم نووا تو هم که زنده ای؟ آره گفتن که بعد نهار میخوان بهم شریک کنن. آدم بده این بازیکن‌ها بودن. بابا اون افرانتمن بدبخت آدم خوبه بود. سلام اکسم زنده است. خیلی خوش اومدی. وایسا ببینم تو چطوری زنده ای؟ جلوی چش خودمون زد آب کشت کرد. همه دوست دخترای سابق دیوونه یه جلیقه ضد گلوله این اطراف دارن. بفرمایید. اینا بگم ما خدا اصلا مهم نی، فقط اینجا بریم. خیلی خب بچه‌ها یه هلیکوپتر اونجاست، باید هر چه زودتر بریم. زود باشین، بلند شین، زود باشین. هلیکوپتر رو ببینیم. تافرگیلد میخواد اینجوری بازی کنه؟ بچه‌ها بیاید بریم به سمت خونه‌اش. من هنوز کارم باش تموم نشده. قسمت 2 داره، قرار بره انتقام بگیره از اینا. پشمام. بچه‌ها اگه خوشتون اومد بگین قسمت 2 هم براتون دوبله کنیم ببینیم. و این ویدیو خیلی خفنه. پشمام خیلی جالب.